به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب و صحتمند و سالم باشین، بخیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردای نازنینی که در صنف هستین، همتون خوب هستین؟ بخیر آمدین به صنف؟ بله. بسیار عالی. خوش آمدین به یک درس دیگه. ما در مضمون فیزیک در صنف نهم ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون فیزیک میخوانیم. با یک موضوع جدید در علم فیزیک آشنا میشیم. همون قسمی که شما هم میفهمین در درس های قبلی در مورد ساحه مغناطیسی که در اطراف یک سیم حامل جریان برق ایجاد میشد صحبت کردیم. فهمیدیم که یک سیمی که حامل جریان برق باشد در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه. این موضوع بسیار مهم درس های ما را تشکیل میده. یک موضوعی است که جدیداً همه شما با این گپ آشنا شدین و فهمیدین که یک سیم هم میتونه که در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد کنه در صورتی که به جریان برق وصل باشه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شاگردای عزیز، ما در درس امروز یک موضوع جدید را با هم دیگه می‌خوانیم. عنوان درس امروز ما جهت قوه مغناطیسی هست و همین قسم یک عنوان دیگر هم امروز با هم دیگه می‌خوانیم، گلوانومتر میباشه که این درس ما شامل صفحه 64 الی 66 کتاب فیزیک ما هست. به شکل کلی اهداف ما در درس امروز این هست که بفهمیم جهت قوه مغناطیسی به چه چیزی بستگی داره. وقتی میگم جهت قوه مغناطیسی شما باید بفهمین. هدف دوم ما است که در مورد گلوانومتر بفهمیم که چی هست و چگونه کار میکنه. پس قلم و کتابچه پیشتان باشن، نکات مهم درس امروز را یادداشت کنید. جایی سوالی براتون پیش میآید نفهمیده نگذارید، حتما از من بپرسین. شاگردای عزیز، همون قسمی که شما میفهمین یک سیمی که حامل جریان برق باشه در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه. اگر در تماس نزدیک با یک مغناطیس قرار بگیره، مغناطیس هم در اطراف خود ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه و هر دو ساحه بالای همدیگه قوه وارد میکنن. ما میخوایم بفهمیم که جهت این قوه به چه چیز بستگی داره. من میگم جهت قوه‌ای که بالای سیم حامل جریان برق در یک ساحه مغناطیسی وارد میشه، یعنی یک قوه‌ای که بالای یک سیم حامل جریان برق در یک ساحه مغناطیسی وارد میشه حتما دارای جهت میباشه. چون شما از قبل میفهمین که قوه یک کمیت وکتوری هست. کمیت وکتوری به این معنا هست که بر علاوه که مقدار قوه اندازه گیری میشه، جهت قوه هم باید سنجش شود که با کدام جهت قوه بالای یک جسم وارد میشه. پس قوه‌ای که بالای یک سیم در ساحه مغناطیسی وارد میشه و این سیم حامل جریان برق میباشه به چه چیزی بستگی داره، به کدام سمت و جهت میباشه. موضوع بسیار مهمی که در این قسمت وجود داره این هست که دو گپ تعیین کننده جهت قوه وارده بالای سیم حامل جریان برق در ساحه مغناطیسی می باشه. اولین موضوع جهت جریان برق در داخل خود سیم هست. شما میفهمید که سیم حامل جریان برق هست. پس جهت جریان برقی که در داخل سیم می باشه بستگی به این داره که جهت قوه وارده بالای این سیم حامل جریان برق در ساحه مغناطیسی چگونه باشه. و نکته دومی که در این قسمت وجود داره این هست که جهت خطوط ساحه مغناطیسی که از اثر خود مغناطیس ایجاد شده تعیین کننده جهت چی می باشه؟ تعیین کننده جهت قوه وارده بالای مغناطیس در ساحه مغناطیسی می باشه. شاگردان عزیز، موضوع دوم درس ما را گلوانومتر تشکیل میده. یک وسیله بسیار مهم هست در فیزیک برق. یک وسیله بسیار مهم می باشه که شما شکلش را در این قسمت می بینید. شکلی که براتون نشان میدم شکل یک گلوانومتر بسیار ساده و معمولی هست. یک گلوانومتری که با وسایل بسیار ساده تشکیل شده. به شکل کلی میتونم براتون بگم گلوانومتر عبارت از یک وسیله هست که در ساختمان امپیرمتر، شما از قبل با امپیرمتر آشنا هستین. امپیرمتر چی میکنه؟ جریان برق را اندازه گیری میکنه. در ساختمان امپیرمتر، در ساختمان ولتمتر و همین قسم در ساختمان اوممتر
استفاده میشه. پس گلوانومتر عبارت از یک وسیله هست که در ساختمان هر سه وسیله اندازه‌گیری امپیرمتر، ولتمتر و اوممتر استفاده میشه. امپیرمتر چی هست؟ وسیله‌ای هست که مقدار جریان برق را در یک دوره برقی یا در یک سرکت برقی اندازه گیری میکنه. ولتمتر چی هست؟ عبارت از وسیله‌ای هست که مقدار ولتاژ یا تفاوت پتانسیل را در یک دوره برقی اندازه گیری میکنه. اوممتر چی هست؟ اوممتر وسیله‌ای هست که مقدار مقاومت برقی را در یک دوره برقی و یا در یک سرکت برقی اندازه گیری میکنه. پس گلوانومتر در ساختمان هر سه وسیله اندازه گیری میتونه استفاده شود. اصل کارکرد گلوانومتر به چه شکلی می باشه؟ شاگردای عزیز، گلوانومتر متشکل از یک سیم پیچ هست. یک سیم پیچ یعنی سیمی که حلقه های پی در پی پشت سر هم داشته باشد. سیم پیچ سیمی که پیچ خورده باشه و در داخل همین سیم پیچ یک وسیله آهنی وجود داره. یک وسیله آهنی وجود داره و همین موضوع باعث میشه که این سیم پیچ و یک گپ دیگه که در این قسمت وجود داره این است که مغناطیس هم در این وسیله وجود داره. در گلوانومتر یک سیم پیچ وجود داره که در داخل این سیم پیچ یک وسیله فلزی مثلا یک آهن به حیث یک هسته قرار میگیره. شما فکر کنید یک میخ آهنی هست و به اطراف این میخ آهنی یک سیم فلزی پیچ داده شده و دور خورده و همین سیم پیچ به همراه هستش که یک فلز می باشه در ساحه مغناطیسی قرار میگیره. در ساحه مغناطیسی به طور آزادانه قرار میگیره تا که به حول محور خود در همین ساحه چی کنه؟ در همین ساحه دوران داشته باشه، حرکت داشته باشه. شاگرد عزیز، موضوع دیگه که در این قسمت وجود داره این هست که گفتم بالای همین کوایل یک مقدار مومنت عمل میکنه. پس اندازه این مومنت که بالای کوایل یا همین سیم پیچی که دارای یک هسته فلزی می باشه عمل میکنه متناسب به چی هست؟ متناسب به جریان برق در کوایل هست. گفتم که کوایل یک سیم پیچی هست که در هستش یک فلز وجود داره، مثلا آهن وجود داره و همین سیم پیچ به جریان برق وصل شده، به منبعی که جریان برق را تولید میکنه وصل شده. پس مومنتی که در گلوانومتر بالای کوایل وارد میشه یا عمل میکنه بستگی به مقدار جریان برق داخل کوایل می داشته باشه. موضوع بسیار مهمی همین موضوع هست که هر قدر جریان برق در داخل کوایل بیشتر باشه عملکرد مومنت بالای کوایل بیشتر می باشه. اگر شما همین کوایل را از منبع تولید کننده برق دور بسازین یا قطع بسازین و یعنی در داخل کوایل جریان وجود نداشته باشه، عقربه‌ای که در گلوانومتر وجود داره به نقطه صفری برمیگرده. اما اگر شما همین گلوانومتر را به یک منبع تولید کننده جریان وصل می‌سازین، یعنی در داخل کوایل جریان برق به حرکت میآید و در ساحه مغناطیسی بالاش قوه وارد میشه و بالاش مومنت عمل میکنه، همین مومنتی که بالای کوایل در داخل یک گلوانومتر عمل میکنه بستگی به چی داره؟ بستگی به مقدار جریان برق در داخل کوایل می داشته باشه که اگر جریان برق صفر شود، یعنی جریان برق در داخل گلوانومتر قطع شود، چه چیزی صورت میگیره؟ عقربه گلوانومتر دوباره به نقطه صفری برمیگرده که شما تصویر گلوانومتر را هم دیدین که به چه شکلی باشه. یک تصویر بسیار ساده داره، متشکل از یک سیم پیچ هست، یک حلقه هست، در داخل حلقه یک هسته فلزی وجود داره، عقربه داره، صفحه نمایش عقربه دار داره و همین قسم یک مغناطیس در این وسیله وجود داره. مغناطیس با دو قطب شمال و قطب جنوب در این وسیله وجود داره و همین کوایل در داخل ساحه مغناطیسی قرار میگیره، بالایش مومنت عمل میکنه و مقدار مومنتی که بالای همین کوایل در ساحه مغناطیسی در گلوانومتر عمل میکنه بستگی به مقدار جریان برق در خود کوایل می داشته باشه. درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسه. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین. اگر کسی سوالی داره میتونه که سوال خود را از ما بپرسن. کسی سوالی نداره؟ بسیار عالی. خوشحال هستم که درس امروز را یاد گرفتین. ما در درس امروز در مورد این صحبت کردیم که جهت قوه مغناطیسی چگونه می باشه و چگونه تغییر میکنه. ما فهمیدیم قوه‌ای که بالای یک سیم حامل جریان برق در ساحه مغناطیسی وارد میشه
دارای جهت هست، چون قوه هست. قوه کمیت وکتوری هست، هم مقدار داره هم جهت. جهتش به چه چیزی بستگی داره؟ به دو چیز بسیار مهم. اول جهت جریان برق در داخل میله، در داخل سیم حامل جریان برق، و نکته دوم یا موضوع دوم عبارت از جهت خود خطوط ساحه مغناطیسی که توسط مغناطیس ایجاد میشن. در مورد گلوانومتر هم خواندیم که در ساختمان امپیرمتر، ولتمتر، اوممتر استفاده میشه. شما تمام این وسایل را در درس های قبلی خواندین، چگونگی کارکردش را میفهمین. در درس امروز فقط فهمیدیم که گلوانومتر متشکل از چه چیزی میباشه و فهمیدیم که متشکل از یک کوایل هست. کوایل چی هست؟ یک سیمپیش هست که در داخلش یک هسته وجود داره و به جریان برق وصل میشه و خودش در ساحه مغناطیسی قرار میگیره و بالایش قوه وارد میشه و سبب عملکرد مومنت بالایش میشه. مقدار مومنت بستگی به چی داره؟ بستگی به جریان برقی داره که در داخل کوایل به حرکت میآید. اگر جریان برق در داخل کوایل قطع شود، شما میبینید که عقربه گلوانومتر که حرکت کرده بود دوباره به نقطه صفری برمیگرده و نشان میده که جریانی در گلوانومتر موجود نیست. در درس امروز باز هم دو سوال را بحث کارخانگی دارم. کارخانگی اول شمایی است که در کتابچه هایتان نوشته میکنید جهت قوه مغناطیسی با چه چیزهایی بستگی داره. هر دو گزینه را به شکل تشریحی در کتابچه هایتان نوشته میکنید. سوال دومیتان است که میگین گلوانومتر چی هست و چگونه کار میکنه، یعنی اجزای گلوانومتر را میگین و میگین که چگونه کار میکنه و شکلش را میتونید در کتابتان هم ببینید و با گلوانومتر بیشتر آشنا شوید. درس ها را هم تکرار کنید. اگر جایی میبینید که مشکلی براتان پیش میاد یا قسمتی فراموشتان شده یادداشت کنید و روز بعدی از من بپرسید. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.